ما با اطمینان کامل گفته می‌توانیم که با جریان دعوت چهارم پارلمانتاریسم تاجیک به طور واقعی شکل گرفت. اشتراک در کار کمیسی‌ها جهت به اعتدال آوردن وضع سرحدی میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان، حمایت منفعت‌های اکولوژی و اقتصادی کشور در همایش‌های بین‌المللی، اظهارات و ردیه‌ها نسبت سخنان اغواء‌انگیز بعضی شخصیت‌ها و رسانه‌های بعضی کشورها نسبت خلق و دولت ما و غیره از آن شمارند. در جریان فعالیت پارلمان کسبی تاجیک بار نخست میان پارلمان‌های تاجیکستان و ایران و تاجیکستان و افغانستان یادداشت تفاهم همکاری بین پارلمانی به امضا رسید. باید ذکر کرد که در مناسبت‌های بین دولتی جمهوری تاجیکستان با دولت‌های خارجی مرحله نوی حقوقی به وجود آمد. ما بررسی و تصدیق سازشنامه و شرطنامه‌ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی بین‌المللی را به خاطر گسترش هرچه بیشتری رابطه‌های خارجی کشورمان جریان بخشیدیم. خبر میگویند جایی که کار هست کمبودی نیز میشود. اما ما در جریان دعوت کوشش کردیم که هر یک کمبودی سری وقت آشکار گردیده برای از بین بردن آن چاره اندیشی کرده شود. لازم است که دعوت‌های آینده فعالیت خود را در اساس چنین تجربه‌ها عملی نمایند. تجربه واقعیت است که در جریان طولانی کار با وجود می‌آید. فعالیت امروز به تجربه دیروز و فعالیت فرد و به استفاده تجربه امروز امکان ناپذیر است. همچنین لازم است که در دعوت‌های آینده در برابر آموزشی تجربه پارلمان‌های کشورهای پیشرفته دنیا از سبق‌های خودی نیز بهره برداری عملی گردد. البته وکیلان عزتمند، در دوام این 5 سال همه ما کوشش کردیم تا احترام یکدیگر را صمیمانه بر جای آورده باشیم. اما اگر ما بحث یا اندک سختگیری و سرزنش رفیقانه داشتیم، همه‌اش به خاطر بهبودی کار بود، به خاطر باز هم بهتر جریان بخشیدن به فعالیت مجلس نمایندگان بود، به خاطر بهتر و بیشتر خدمت کردن با انتخاب کنندگانمون بود. بسیار سختگیر پیش از آن به خودش، پرینسیپ نو، شخص بسیار و بسیار تشکیلاتچی، میدونید شما در وظیفه‌های گوناگونی بلند دولتی کار کردن. من حالا هم مینداری به واسطه رسانه‌ها اگر خوانده باشید درباره رئیسی ولایت بودنشون میگویند، چیزهایی را میگویند که آدم مثلا امروز به قدرش میرسد.